بر وقت کلش رویالی عزیز، من مجید کلابم. امروز اومدیم با یه ویدیو متفاوت نسبت به قبلی‌ها. توی قبلی‌ها فقط ترکیب گذاشتم با ترکیب‌های مختلف بریج اسپم و پکا یا حالو بریج اسپم پوش زدیم یا لیک تمام کردیم، آموزشش رو گذاشتم. اما توی این ویدیو قرار ریاکت بریم و اولین ویدیو ریاکتمونه. حالا قرار ریاکت روی کی بریم؟ روی یکی از بهترین هوکسایکل پلیرهای لوکالمون. شاید بعضاتون بشناسینه، شاید هم نشناسین، ولی اومدم امروز بهتون معرفی کنم. این پلیرمون سجاد یکی از بهترین هوکسایکل پلیراست. از نظر من بازیش خیلی خوبه. 20 وین هم زده، تا وین 17 هم زده. سیزن پیش هم که مشاهده میکنید 2630 زده بود. البته سیزن پیش تا 2800 رفته بود و متاسفانه بعد از اون منفی خوردی. هوکسایکل هم چون جزو دکای کلاسیکه، دکای کلاسیک الان زیاد اصلا خوب نیستن و تا اونجا رفت و منفی زد بنده خدا. ولی خب واقعا بازیش خوبه، من هدف بازیش میرم، واقعا لذت میبرم. و هوکسایکل هم میزنه، گرندش هم زده، کلاسیکش هم زده. فقط مونده رنک لدرشو بزنه که ایشالله اونم میزنه. حالا من قرار بهش فرندلی بدم بره. قرار امروز برام گرندو بزنه، تا وین 9 زده. قرار از وین 9 تا وین 12 برام بزنه، ایشالله که کامل کنه. بریم که ویدیو رو داشته باشیم دیگه. بهش درخواست میدیم بره بتل. بریم اولین بتل رو ببینیم توی گرند. تا وین 9 بدون لوز زده، به ونوم خورده. ما اینجا فقط گزارش میکنیم. من خودم زیاد از هوکسایکل سر در نمیارم چون اصلا سایکو نیستم. فکر کنم میروره. اسکلتم دست فکر کنم کنون دستش نی، با فایر جمع میکنه. اسکلت شانس دیگه. اینم الان مثلا منم بنده خدا بد شانسه، کنون دستش نبود. نه درک بریف دست سازه. میرور نیست. ماسک تعمیر بر خودش هم وهو میده. ماسک قطعا میره. ببینیم اسپل چی داره. اگه اسپل داشته باشه قطعا میزنه رو ماسک بیشتر وقتا، ولی خب شاید نزنه. آیسکالو میکاره، ماسکش حفظ میکنه. ایستم تو هوکسایکل بهتون بگم، اینو شاید هوکسایکل بدونن خودشون، اینه که همیشه از ماسکتون محافظت کنید. حالا ولی خیلی تلاش نکنید که بخواید همچین نگرش دارید. بله الکترا فوگو مخالف میره. الید بربر فکر کنم ترکیب بریج اسپم برداشت آورده، به جا بهترم هو گذاشته. والا بعید نی از اینا. لایک میزنه، الکترو ضربه نمیزنه. مرسی. بندید از بالا یا بندید اسکلت از بالا. ماسک هم پایین میندازه. دفاع شد. آیس اسپریتش خورد بعد ناخ چسبید بهتر، ولی خب مشکل نداره. الید ببر یه دونه زد، مهم نی. یه خورده اکس رقبه ولی ماسکش تو زمین زنده است. مرسی. هوک لایت پشم. این چه سرطانیه. وو این چه الان اصلا اکسیر نداره سایکل کنه حمله کنه، تاورش گرفته. کنم خبر نداره خیلی عقبه حریفش. حالا ثبت میکنه میم چیکار میکنه. ماسکو مخالف میره، لایتش گرفته. همین که اسپل میگیرید میتونید از ته پله بدید دیگه. حریف از اون لاین که حمله نمیکنه، اگه حمله کنه لاین مخالف تازه هم اکسیر عقبه، مجبور کنترل پلی بده. یا اسکول میره جلوش. گفتم از ماسکتون محافظت باید بکنید دیگه. ماسک الان مهمترین کارتتونه. بله ماسک نکنه خودش بره به تنهایی چقدر دمیج داد، مجبور شد الکتروشو بنازه. این خوبه. حالا منتظر حمله حریفه. ببینیم حریف قراره چیکار بکنه. ویچ حتی میره، قراره یه حمله سنگین بزنه و دقت کنید همیشه ماسکشو سیو میکنه، نمیذاره ماسک بمیره. مجبور شد لایتشو بزنه و الان ماسک بعدی هم سایکل میکنه. کنون مرسی. کنون دفاع میکنه. فکر نکنم بله چیزی لازم نره. هوگو میره، اکسیر نداره. هوگ یه دونه رو میزنه با وجود الکترو ویزارد. مرسی هوگ. فکر کنم بازی رو بگیره، امیدوارم که ببره بازی رو. حریف خیلی دیگه. اینو احتمالاً فایلاگش کنه اگه اشتباه نکنم. نه میخواد حمله کنه، اما مخالف حمله میکنه. مرسی. یه تفاوت بین هوکس ماسک گرفته رو تاور. بنازم. آخ این خطریه. مرسی سایکل. فقط چپو بگیر. مرسی. پلیر خوبی انصافا. هوکسایکل بیله واقعا بیشتر میکنم به فرندشو بگیرید. حالا با خودش هماهنگ میکنم، اگه اوکی داد آیدیشو میذارم زیر همینجا، برید فرندش ازش بگیرید. واقعا پلیر خوبیه. آیسکارون فکر کنم اندازم بر ننداخ. یه لایک زد جمعش. اینو کنو بکار
زلزله چیز لایتنینگش نمیرسه، ولی خب با ارو هم اذیت میکنه. یه باید آره یه اسکلت چیزی هم بود بر زد هوک. عجب مرسی لاگ. وای یه دونه زده بود بازی تمام بود. یه دونه فایر میزد با ایلا فکرم تمام شد. حالا هم دقیق هوک چقدر دنش نه 300 چند تا دادم 313 تا اگه اشتباه نکنم 11 دنش بود. خب این احتمالاً فایرش کنه که فایر سایکل شروع کنه، ولی نه نمیکنه، ریسک نمیکنه. این فرق من با اون اینه. لایت از حرفش اینجوری لایت زد ولی کرد بازی رو اینجوری میکنه حرفش رو ویننو همچین حریف بعیده. بله فایر سایکل رو شروع میکنه بازی رو میگیره دی تا اون بخواد از ته عقب پر کنه اینا. یه فایر لاگ دی بزنیم تمام. فایر بعدی اخ خطری شد. مرسی دفاع یه لاک. مرسی تمام بازی تمام. فایر رو میزنه و جی مرسی بسر. دفاع تمیز خدایی. اونجا که اصلا هوگ انداخت لایت زد من گفتم باخت، ولی قشنگ دفاع جمع کرد. این وین اول و بریم برای بتل بعدی. منتظرمونیم بره بتل. شاید طول میکشه حریف پیدا کنه اینقدر دیر میره. آخه منم چند روز پیش که گرن استارت کرده بودم ویدیوشو گذاشته بودم خیلی طول کشید حریف پیدا کنه. مثلا به شدت رو مخ بود خیلی. الان حریفشو پیدا کرد. جدیدن نمیدونم چرا طول میکشه. خورده به این حریف اسمش خورده عجب نمیشه. هوگو با اسکلت میره سرپور زب میزنه با دارکنس اسپارکی احتمالا، و فکر کنم اوکساکی زد اسپارکی دیگه اشتباه نکنم. بله به حریفم عصبانی میفرسته دیگه. سجاد که دیگه ساقیه رو فکر کنم زده نمیدونم نظر شما چه، ولی خب اگه تو دفاع خوب بگیره نمیتونه کار کنه. اصلا ماسکش نمیره. من اینکه بیاد اروزپ و ریجو با هم بزن روش. احتمالا ساقیه ده که حریفش واتساپ کنه ببینیم چیکار میکنه. تیر ماسک واقعا هم واو منم نمیدونم چی. تیری ماسک کلکتور دارک پرنس آخه به جا گوست یعنی دارک پرنس آورده. آخ راست چه دمیجی خورد. حتی ببینید گفتم دیگه این اسپل نداره. الان که هوگراف هیچ نداره. مینی هورد واقعا هم واو این چه دکیه. تیر ماسک من تا اینجور ندیدم. مرسی اسکلت. مثلا اسکلت ها خدا تو اسکل کردن نیروها خدا. خب دارکشو با آخ فکر کنم ماسک گفته جلو بد شده. اونم کوبید که خیلی به ضررش تمام شد. الان مجبور سر این ایکس خرج کنه. اون میتونه کالکتور رو شراحت بکاره. هوگو میره مرسی. نزن دارک نزن. چه تیر ماسک بعدی کاش. والا تاش میخواید یه اسکلم جلوی یکیش بری دیگه راحت دفاع در میاره. خب راستو میگیره. مرسی هاش فایر نمیزد. یعنی به فایر نمیشد بگیره. نه شاید نمیشد. دفاع جمع کرد ولی حریف حتی اینجور حمله جلو هوک سایکل جواب نمیده. اینجور بخواد چرتو به حمله کنید واقعا جواب نمیده. حالا این اسپل نداره دمیجا رو میخوره مشکل نداره چون حریف اسپل نداره. حالا یومینی یه راکت من در میاره تیجیش میندازه رو تاورش. دمیج خوردهش مشکل نداره. چه پیشبینی کرد حریف. ماسک قطعا میره بر دفاع. چقدر بد کاش حریف کالکتور. الان نباید کالکتور میکاش. الان حمله کنه هیچ جوری نمیتونه دفاع رو در بیاره. یه لایک هوگیتون زد. اگه جلو من اونو میکاش من حمله میکردم یعنی عملا هیچ کاری نمیتونست کنه. ماسک بعدی سایکل میکنه اسکلتو میکاره. یه خورده اسکلت بد شد ولی مهمی. هوگو میره. مرسی فایر پیشبینی. مرسی اصلا عالی بود. عجب فایری زد. من توقع نداشتم فایر بزنه ریسک کنه. ریسکش خیلی زیاده و اگه حریفش مینی هورد نمیداخت بازی تمام بود. شاید اصلا دفاع رو میتونست جمع کنه. مرسی فایر 11 وین بدون لوز. بریم وین آخرم بزنه ببریم عشق کنیم ها. منتظریم بره بتل. حریف لازم روی بعد وین 11 به 12 خیلی مولا این چقدر زود بود. نمیذاره حرفم تمام شه. عجب. خب حریفش میخوره پلیر باشه ولی فکر کنم رول جاینت هم باشه. رول جاینت خیلی سخته.
کوین احتمالا رویال هوک بود باشه اگه اشتباه نکنم. رویال هوک با کوین و زلزله که بود بوم تاورم داشت. اگه اون باشه گریویارد فکر کنم. اگه اشتباه نکنم گریویارد باشه. گریویارد خیلی زده برای هوکساکر سر اینکه کارت درست حسابی نداره گریویارد بگیره. احتمالاً اگه گریویارد بشه باید میاد. نیومد. الکترو جاینت هم میتونه باشه. احتمالاً جاینت هم داره دیگه 100%. آره دیگه باید جاینت داشته باشه دیگه. دستسازه ولی بازم هنوز گریویارد میخوره داشته باشه. بله جاینت هم داره گریویارد. بله جاینت گرفت. اینو چجوری میخواد جمع کنه؟ احتمالا یه لاک بزنه آخرش. مرسی لاک. قشنگ جمع کرد خدایی. من گفتم تاورش رفت. واقعا تمیز جمع کرد. چقدر دمش خورد؟ کلا 300 تا دمش خورد. تاور من بود که میرفت. با پکا اینو نمیتونست دفاع کنه. حریف ضدش انصافا مخصوصا اگه تورنادو داشته باشه چون بولر داره ترس از تورنادو هست. کوین هم بالا پلی میده. کوین سرپل اذیت نمیکنه. این همون تقریبا دک همون ولی اینا چون نایت ویچ داره. دک اصلیه که حالا خود جاینت گریویارد بود. دارک پرنس داشت با اسکلت آرمی و مینیون و کوین. فکر کنم به جای مینیون فقط چیز آورده نایت ویچ آورده و به جای دارک پرنس هم بولر باید آورده باشه. ولی نمیدونم تورنادو داره یا نداره. اون دوتا قطعا اسپله. یکیش اسنوباله یکیش ارو هست. یکیش قطعا ارو هست. اون یکی یا اسنوبال یا تورنادو. اسنوبال خب قطعا ارو داره دیگه. بعد اینم ارو نداشته باشه. اگه ارو نداشته باشه شاید کار نسبتا راحت باشه براش. اگه تورنادوش میزد قطعا دیگه بس اما اروه. مرسی فایر. یه لاگ آخ کاش لاگ اونجا نمیزد. یه دونه بسا زنده مون دردسر کرد. چه دمیجی خورد. وای گفتم اون لایر کاش. وای پسر چه دمیجی خورد. هوک مخالف. نه دفاع میکنه. دفاع کنه میزنه. این نمیتونه جلوی این دفاع کنه. اونجا لاکش کاش از پایین میزد. هم به اسکلتا میخورد هم به نایتویچ. خیلی عجله کرد نایتویچو بکشه به نظرم. حالا باز باید از خودش بپرسم. نمیدونم شاید من اشتباه میکنم. نمیدونم. تاور میره اینو نمیتونه دفاع کنه. تمامه. خیلی ضدش بود حریف. انصافا ضدش بود. اصلا با نایتیش نمیشه این دکو در آورد. اگه همون دکی خودش بود که همون دارک پرنس و اینا بود میتونست چه کار کنه. بولر خیلی اذیت میکنه. اون بولر بنده جلو هوک. اصلا هوکی فکر کنم یه ذره بیشتر نزنه تاور. حالا دقیق نمیدونم. ولی بازم اذیت میکنه دیگه. حالا اشکال نداره. یه باخت داده. 11 بین با یه باخت مشکل نداره. جا داره هنوز دوتا میزنه. ان شاءالله دست بعدشو میزنه و گران چالش رو تموم میکنه. بنده خدا دیشب تا 9 زد تموم کرد. من دیشب نتونستم بگیرم ریاکتو. حتی خودش هم نبود حقیقتا. بهم زودتر گفت ولی منم نبودم دیگه. امون برای امروز و ویدیوشو برای فردا آپلود کنیم دیگه. رفت برای بتل بعدی. حرفشو نمیشناسم. حرفش کلن زد. اسم کلنش گذاشته نو کلن. اصلا سایکلش رو نگاه چقدر بده. لاگ دستش نی. خدا وکیلی هر کی باشه فشار میخوره. لاگ بیت فکر کنم. یا لاگ بیته یا اون دک پرنس بیت اگه اشتباه نکنم. چون اصلا بیلدینگشون کاش من که دستش نبود. آره همونه. این دک خیلی اسپمه. خیلی شاید بگم از من از دکایی که ما مثلا بیریج اسپم میزنیم این دک اسپم داره. خیلی رو مخ. آره همونه. امیدوارم بزنه. حالا نمیدونم مچاپ برای کیه ولی احتمال میدم خوکی فکر کنم بزنه. اصلا دردسره. نگاه چه دمیجی خورد اول بازی. بله پرنس بیت. منتها این ورژن شیراسکارز هم داره با گوبلین گنگ. حتی این دک معمولا مایتی ماینر هم میآوردم به جای پرنس مدت ولی خب دوباره پرنس برگشت. مایتی ماینر چون نرف شد پرنس آوردم دوباره. خیلی کارت لاک خورد. اصلا لاگو نمیدون رو چی باید بزنیم. این فقط داره فایر میزنه. خیلی اکسی رقبه. خیلی باید خیلی حواسش باشه. احتمالاً پرنسس بعد از ترکیدن کانون بیاد سر پول یا اسکلم احتمالاً وسط بره. نه هوگ رفت. بله راسکارز هم داره با گوبلینگ همونجوری که گفتم.
چه لاگی زد. گرفتن رسکاز بدون لاگ دردسره. لاگ بزن راست. کاش لاگو خود بالاتر میزد، دو تا گوبلینای بالا میزد. حالا گوبلین پایینی دمیج میداد زیاد مهم نبود. پرنسسش هم میمرد دیگه، اینقدر الان نمیخواست برای پرنسس هم اکسل خرج کنه. هم لاگ نزنه حریف. مرسی. حالا خب تاورش رو نگاه کنید. دمیج خورد. وقت حمله است. اکسیرش خیلی کمه. مرسی هوگ. یه دونه زد بازم به طرف بیشتر. مثلا این دورت گوبلین هر کار میکنه میزنه. بازم یه دونه زد. بعد خیلی هم دمیج میده یه دونهش. نم 100 و چند تاه. دوباره برل بعدی. ماسکو سری میکاره بر زدن پرنسس. احتمالاً بره تو دفاع فایر سایکل کنه. بعید میدونم اصلا بتونه هوگ برسونه. هوگ بره به ضررش، کلا زد حمله میخوره. چون همه کارتاش هم لاک خورده، نمیدونه لاگو رو چی بزنه. مرسی تایمینگ آیسکوله. احتمالاً فایرش کنه اونو. اینو لاگش میکنه. حریف اسپل نداره، میتونه ماسکوش اسپم کنه هسته. حریف دیگه نمیتونه ماسکا رو بکشه. فقط هم میتونه با همین پرنسس بکشتش که نکنم اونقدر به صرف باشه هی بخواد پرنسس بندازه. اینور یه لاگ بزنه جمع میشه. خب میزنه لاگو. وای به دارت گوبلین نخورد. دردسرش. فایر باید کنه. فایر. وای بازی داره بعد پیش میره. به شدت اکسیر عقبه. اذیت میکنه. میگم انقدر کارت لاگ خورده رو لاگو نمیدونه رو چی بزنی. اینم کارت دکه اوکساکر هم اسپلایزن نداره متاسفانه. اینور با اسکلت میگیره نزن. خب مرسی. فایر رو میکوبه. چرا که نه. احتمالاً جلوی حمله رو بره. داره خیلی با احتیاط بازی میکنه. حریفش هم هی داره از تب میرزه بعد میاد سر پول همه رو اسپم میکنه برای اینکه لاگو بکشه برون با یه برای دمج بده. یا اسکوله اونور یه کنون میکاره. کنون امیدوارم. مرسی آیس اسپریت. چه آیس اسپریت انداخت. خب کنون متاسفانه نزد دارت گوبلینو. ماسک میزنه. یه فایر هم میزنه اونجا. مرسی. احتمالاً اینو تا آخر بازی با فایرش بزنه. حتی باید حمله کنه بعد نم برسه. مرسی. لاگش نگه داشت. لاگو میزد. احتمالاً یه ماسک دیگه وسط بندازه. بمیر. خب یه لاگ. وقت هوگه. اصلا فرصت نمیده هوگ بندازه. آخ نگاه کن فقط کارتشون میده سر پول. فایر. کاش فایر زودتر میزد. میگه یکی میزد میتونست بازی رو ببره. الان فقط یه ضربه هوگ میخواد. ای دارت گوبلین. اینور جمع کن. وای افشه. خیلی زدش بود. واقعا حریف زدش بود. واقعا کارت لاک خور زیاد داره. با پکاپی زدن این مصیبته چه برسه دیگه هوکسایکل. اینو فقط با میگانه میشه خوب زد. حتی اونم نمیتونه بزنه پرنس داره. شاید لایو به کلاسیک بتونه. اونم بعید میتونه. 2 باخت 2 وینیش. حالا که اینو بزنه چون واقعا نظرم خودم اعصابم خورد میشه. واقعا تا اینجا بدون باخت بزنه بعد سر 11 الان 2 تا پای سرم زد بهش داده. بعدی امیدوارم یه پکاویریج بده بزنه تمام شد. ان شاء الله که پکاویریج. هوگا اسکولم میره. آخ نگو اسفلش شارد. نه رویال جاینت نزن. مرسی. یه راست فکر اسفلش شارد اعصابش خورد شد ولی رویال جاینت. این ورژن رویال جاینت بخوره بهتون پکا باشید مثلا بازی رو ویل کنید به نظرم. این ورژنش خیلی بده. فایرون نباید بزنه چون مادر ریش داره. آخ بابا این دیگه با لاگ میارن. چرا برابرل داره. آخ ایول وای الان اون یه دونه زفیس رو نگاه. عجب اون یه زفیس رو نگاه فقط. بدون دمیج دفاع شد. الان ما اونو به فایر بکنیم. فقط باید فایر بزن رو مادویچ.
خب تصمیم میگیره حمله کنه. آره خب جواب نمیده حمله. چقدر اکسیر خرج کرد حریفش که فقط هوگی یه ضربه نزنه. مرسی آیس اسپریت تمیز. دفاع رو خیلی خوب داره در میاره، یعنی با کمترین اکسیر داره دفاع میکنه. یه دونه اکسیر جلوه، یکی اون نصفی. اسکلت‌ها رو از ته پخش میکنه، داره سایکل میکنه برای هوگ بعدی. حریف زویس از ته میره کنترل میکنه گیمو. حریف منتظر دوباره برشه و این قبل دوباره به هوگ سایکل نمیتونه اصلا دمیج بده. قبل دوباره احتمالاً یه روجن از ته بره. هیچ حرف نمیزنه. احتمالاً فایر کنه کمو. یه خورده بده. اگه نزنه خوبه. آیسکولو کشید. اون یه دونه هم بزنه بسه. نمیذاره اوک بزنه اصلا. حریف زدشه، بدجورم زدشه. آره خب حداقل بهتر از اسپلش یارد خیلی ضعف داره اوک جلوش. لاگو میزن. احتمالاً ایکسپو پلیرها که جین دک میخورن که اصلا یا بای میدن یا فقط با فایر میزنن. نگاه کن چه جوری دفاع میکنه. او یه دونه بزن. مرسی. خطریه. بله دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. رول جاین دو تا یه دونه اتر میکاره. هی اسپم میکنه کارتش، الان زپیز رو پخش میکنه. فیشرمن هم وسط میندازه، مادرویچ رو میندازه وسط. بعد از مخالف حمله میکنه. داره به این حمله میکنه. فیشرمن میرسه فایر. وای اون چرا نمورد. اینو باید بدون کانون بگیره. دقیقاً اینو باید بدون کانون بگیره. حالا یه دمیج هم خود اشکال نداره. خب چون مادرویچ بعدی انداخت حریفش. ماسک همینا رو میزنه. میتونه ساب کنه برای آیسکار. حریفم نمیذاره اونو بزنه. ماسک بعدی مرسی. از کجا ماسک انداخت. هوگ عالی داره میزنه. گلوک نمیزنه، فایده نداره. کاش ماسکو نمیزد. بازی تقریبا یه ذره عقب بازی رو بعد از اینکه خوک زد. حمله بعدی میخواد داره تومبسون دست حریفش نی. یه دونه رو میزنه هوک. مرسی. فقط اینو چجوری میخواد جمعش کنه. خب نه حریفش بعد چیز کرد. آقا دورم جمعش کنه. حالا راست مادویچ رو ول میکنه احتمالاً با زپیزو، چون تا به راستش دمج خورده. فایروال بعدی زد حریف. الان میتونه حمله کنه. یه اسکل بناز حمله کنه از مخالف. کانا اینجوری میکنه برای سایکلش. فایر میزنه تومسون. هوک الان حمله میکنه. بله آیس گولم. هوک سایکل بعدی، فایر بعدی. مرسی. عجب فایری. یکی دوتا میزنه. وای آخ خطریه بدم خطریه. باید فایر سایکل کنه بزنه بالا. حریفش چرا از اون رو جان رفت. خب این الان با یه فایر بزنه جمع میشه. وای راستو نگاه. یک کنم باختیم. وای خب بازی خوبی بود ولی گفتم حریفش دوباره قرار برسد که پسش بر نمیاد. باید حمله میکرد فقط. و خب حالا اشکال نداره گرن تمام شه، ولی خدای خوب زد چند تا بتلو. خیلی زدش بودن، یعنی سه تا مچ آخری که داد کلا اصلا زدش بودن افتضاح. ولی چیزی خوب از پلی بودن کسی کم نمیشه. بالاخره هم باخت میدیم، ما هم به زدام باخت میدیم. حتی اگه من خودم با پیکاویریجم میدیکو میخوردم شاید به همشون هم باخت میدادم. تو واقعا سخت زدن اینا، اصلا نمیشه زد اینا رو. حالا امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای اولین ریاکت اون بود. حالا ان شاءالله برای ریاکت های دیگه رو کسای دیگه میریم. اول ازشون اجازه میگیریم بعد میریم. و اگه خوشتون اومد و برای ریاکت دیگه خواستید امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. نظر، انتقاد، پیشنهاد هر چی باشه من میخونم بهشون عمل میکنم. و دوباره هم میگم برای این چالش داره میاد ویدیوشو بسازم یا نسازم، دیگه معرفی کنم یا نکنم خودتون میدونید. من زیاد برام فرقی نداره. 16 ساعت دیگه میاد، یعنی فردا زودتر بهم بگید که من ویدیو اینو اگه خواستید براتون بسازم. تا ویدیوهای دیگه فعلا خدا نگهدار.